ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمخلوف. قسم 4، گفتار 103. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. چو هنگامه گوشتین درگذشت، تماشاگران هر طرف 7 و 8، خرامان گروهی سوی سبززار، به هم گرمی هر گونه گفت و گذار. گروهی شده در پی آش و آب، گروهی سوی چوکی چلتناب. من آنگه تماشاگهی کافتم، به دروازه سیرک ره یافتم. چو بیلت گرفتم شدم در درون، که آن جای بود است اعلای و دون. به پیش استری لاژگی بود و بس، زده تخته پیروای ها ز پس. پسی آن زده تخته افتروی، به ترتیب نغز و به طرح نکوی. به سوم مکان نیز جایی نشست، تماشاگران راست از تخته بست. چو بود بیلتم 4مین جایها، بهاری زبونی پسی تخته ها. به پا راست ایستاده کردم نظر، همه کاری آن سیرک را سر به سر. نخستین کشیدند سیم دراز، برآمد زنی روسی سیم باز. به بالا چنان لوب آغاز کرد، تو گویی که مرغیست پرواز کرد. به تحسین او جملگی هم زبان، همه آفرین خوان همه کف زنان. پس آنگاه یک اسب شبرنگی خوب، نموده زنی اسب بازی رکوب. برآمد چنان سخت مهمیز کرد، که توسنگهی ریز و گه خیز کرد. نبود پیشش از زینه فرقی رکاب، به او بود بالای زین جای خواب. پس آنگاه 2 روسی بسیار شوخ، سخن کرده آغاز با نامی بوخ. نمودند با هزل گفت و شنود، زبانشان به من لیک روشن نبود. دیگر پهلوانی بسانی حضرب، سر و سینه و دست و پاها ستبر. برآمد 2-3 سنگی وزنین زیجا، بسر برد و گرداند و زد زیر پا. دیگر نازنینان روسی نژاد، دل و هوش و طاقت دهنده به باد. به آوازی ساز و به آهنگی کوس، بسی رقص کردند در راه روس. در آن بین دخترچه نینه نام، به آوازی خوب و به حسنی تمام. سرودی سرایید و رقصی نمود، به صنعت تو گویی که مثلش نبود.
به آواز او هر کسی گوش کرد، دیگر سازها را فراموش کرد. پی رقص پیچید بر خود چنان، که گفتند او هست بی استخوان. پس آنگه اجازت شد از آن مقام، که بیرون برآیید بازی تمام. چو بیرون شدم دیدم از روی کار، که ساعت گذشته است خیلی ز 4. مرا بود در شهر کاری ضرور، گذشتم ز سودای سیر و سرور. به دروازه چلتناب آمدم، نه آهسته با صد شتاب آمدم. چو دیدم یکی فایتونی بجا، مهیاست ایستاده بهری کرا. ز چندی و چونیش گفت و شنود، نکرده نشستم به زودی زود. ز دنبال 30 کس دوان آمدند، سوی فایتون دب کنان آمدند. که این فایتون است بسته به ما، فرازود و بگذار چون و چرا. یکی زان کس لیک خاموش بود، به چشمی من آن نیک مردی نمود. بدو گفتم ای مردی نیک و عمل، دیگر فایتون نیست در این محل. دهیتان در اینجا مرا نیز جا، دهم بی کم و کاست حقی کرا. بدین گونه یک دو سخنهای گرم، دلی آن کسان گشت فی الجمله نرم. ولی فایتون چی شومی دغل، مرا دید بیچاره و کم بغل. قیون شیلنی گفت ملا توشونگ، نمی زد به من حرف الا توشونگ. فرود آمدم پس به صد اضطراب، دلی پر ز خون دیده‌ای پر ز آب. در وقتی که نویسنده این سطرها در سیر شیربدن سیرکی روسی را اولین بار دیدم و چنان که در داستان سیر شیربدن یاد کرده شد، از بازیگران سیرک نینا نام دخترچه دقت همه را و از آن جمله دقت مرا جلب نمود. من پیش از نوشتن داستان مذکور درباره آن دخترچه غزلی به طرز موشح تصویر نموده بودم. در آخر این باب در اینجا نوشتن همان غزل هم مناسب دیده شد که این سویه سیر ادبی مؤلف را در ژانرهای گوناگون شعر نشان می دهد. آن غزل این است: نازک بتی را در سیرگه دوش، در سیرک دیدیم گشتیم مدهوش. یورا پزادی روسی نژادی، نسرین برو دوش صافی بناگوش. نوبر نهاری 27 سالی، نتوان طمع کرد زو بوس و آغوش. هر کس کی دیده آن نورسیده، از دست داده صبر و دل و هوش. جان و سر و دین در راهی او بین، تا هست ممکن در وصل او کوش. آرامی جانی جانی جهانی، آزاد سروی سروی قبا پوش. نامی گذاری تا یادگاری، با نامی آن شوخ عینی قدح نوش.
عاقبت کاری مخدوم گو. من در قسم 2 یادداشت‌ها در قسم 3 یاد کردن عاقبت پرفاجعه مخدوم گو و رستمچرا وعده کرده باشم هم این واقعه ها در وی نگنجیدند و نوشتن آنها به این قسم راست آمد. من می خواهم در این باب و در باب آینده به آن وعده خود وفا کنم. من بعد از کوچیدنم از مدرسه میری عرب از احوال مخدوم گو و پیرک بیخبر ماندم و با آنها در یگان مجلس هم صحبت شدن راست نیامد. با پیرک در رسته و بازارها در حالت راهگذری گاه روبرو آمده باشم هم با یک سلام علیکی سری زبانی از همدیگر گذشته می رفتیم، چونکه در کوچه های تنگ شهر بخارا در بین انبوه رونده و آیندگان فرصت احوال پرسی یافت نمی شد. مخدوم گو را باشد در کوچه ها هم راست نیاورده بودم، اما در باره او گاه گاه از ملا حامدی صوتی غژدوانی و زین الدین خواجه چیزهای عجیبی عقل قبول نکننده می شنیدم. نظر به قول آنها او اول کوکناری گذرا شده از مردم رو گردانده، با کوکناریان انس و الفت گرفته است و خواب و خیز خود را هم در کوکنارخانه ها کرده است. بعد از آنها هم رو گردانده، با ایشانی شایخسی دست داده مرید شده، خانقاه نشین شده است و در آخر در وقتهایی که من به مدرسه کوکلتاش کوچیده بودم از خانقاه و شیخی هم دلگیر شده در مزاری پشته بهشتیان در یک گورخانه استقامت گزیده از تمامی مردم خود را کنار گرفته است و تنها برادرش پیرک هر روز یک بار پیش او رفته خوراک و نواله نشعه‌اش را برده می داده است. چون این حالت آخرین او را من شنیدم، خواستم با او ملاقات کنم. روزی همراه خود محمد صدیق حیرت را گرفته هر دو به قبرستانی پشته بهشتیان که در طرف شرقی قلعه شهر بود برآمدیم. در آنجا گورخانه های خراب شده را یک یک دیده آخر به گورخانه محمد شاه قشبیگی رسیدیم که بینای وی نسبتاً قابل استقامت بود. چون درون گورخانه در آمدیم، در یک حجره کشادگی بوده، از آنجا صدای سرفه کسی را شنیدیم. اما هرچند در آن حجره را کوفتیم جوابی نشنیدیم و با وجود این به آنجا در آمدیم. انا در همین حجره مخدوم گو خوابیده بوده است. در وقتی که ما با آن حجره در آمدیم مخدوم گو مردمانند بی حرکت می خوابید، مگر از صدای پای ما آگاه شد که سر برداشته بالشت را در زیر پهلوی خود کشیده به همان وضعیت یک پهلو نشست. معلوم بود که او قوت دوزانو نشستن نداشت. در بدن او از آن تنومندی و گوشداری پیشترش اثری نمانده است و گفته می شود که چارچوبی قاق شده است. ریش سیاه کلوتش مانند یک پارچه نمد سیاه چرکینی به منه و رویش چسبیده است. رنگ رویش پیشتر سیاه چتاب بود، به خاکستری با سیاهی دیگ آمیخته شده مبدل گردیده است. اما چشمانش هرچند پژمرده خیره و به درون کاسه‌خانه فرو رفته باشند هم مانند ستاره استگی ابر ناگهان نمایان شونده گاه گاه شعله نوری می درخشاندند و لبانش هرچند خشک و قاق شده باشند هم تبسم دائمی اوله خود را هنوز
برهم نداده بودند. او مرا شناخته و با شناساندن من با حیرت شناس شده از ملاقات ما خرسند گردیدنش را معلوم کرد و به خرسندی خود به طرز زیرین دلیل آورد. چون که گفت او: من تا حال به آدمی وا نخوردم که با من حقیقتا دوستانه و خالص وا خورد. تو کی؟ گفت او به من خطاب کرده. هرچند در آن وقت سن من خیلی کلان شده، حتی خوجین پیشتره هم به من شما گویان خطاب می کرد، او تو گفت. معلوم شد که او مرا مانند برادری خود می دانسته است. تو که گفت او با برادرم دوست خالص بودی، دلی من دریافت که با من هم دوست خالص می باشی و این رفیق عزیزت حیرت را نشان داده باید هم فکری تو باشد. مخدوم گو سخن خود را دوام داده گفت: واقعه های در سالهای آخر از سر من گذشته را هر کس داند هم، در این مدت در دل من چه ها گذشتن را هیچ کس، حتی برادرم هم نمی داند، چون که او از هر کدام آن کارهایی که من در وقتهای آخر کردم مرا منع می کرد. اما من قبول نمی کردم، چون می دیدم که تکلیف او درست بوده است. شرم می کردم که سری دل خود را به وی گشایم. اکنون که پایم به لب گور رسیده است، می خواهم درد دلم را به شما جوانان قابل گشایم، تا که این سیرها با من به گور نروند و هم شما از احوال من عبرت گرفته در دنیا قدمتان را دانسته مانید. او چاینکی را که در خاکستری آتش قردار گلخن تا دهن و نولش گور کرده شده بود از آنجا برآورده گرفته، به پیاله کمتر چای ریخته، حلق خود را ترک کرد و بعد از آن در مقام عذر گفت: من از این چای به شمایان نمی دهم، چون که قابل نوشیدن شمایان نیست. چاینک و پیاله بسیار چرکینند. حقیقتا هم چرکی پیاله و چاینک نفرت آور بود. او بعد از ترک کردن حلقش سخن خود را دوام داده گفت: مخدومان و قاضی زادگان بخارا به من غلبه کرده نتوانستند. این ذاتهای شریف که از حد زیاد مغرور و درباره آدمان بی پروا بودند، با نوشاندن و کشاندن عرق و بنگ از حد فزون هم نتوانستند که مرا دوزانو شنانند. اما در آخر خودم را خراب کردم و دیده ایستاده اید که عاقبت به همین حال افتادم. او بعد از این مقدمه چای نوشیده تمام واقعه های در سالهای آخر از سر گذرانیده اش را و حالت های از دلش گذشته را حکایه کرد. نظر به خبر مخدوم گو، روز اسد جان مخدوم که داماد قاضی سراج بود، برای همراه خود صحرا بردن او را به خانهش جیغ زده است. اما در وقت مخدوم گو به خانه او رفتن، خود او در آنجا نبوده است و اسحاق عطار نام برشپس می‌خواسته است که یک قطی برش کهنه را از نو قیام گرفته تازه کند. در اینجا همین ایضاح را دادن لازم است که قاضی سراج دادری قاضی بدرالدین بوده. او برشخوری گذرا بود و در این کار چنان حریص بود که هر وقت در خانه خود چندین قطی برش را انبار کرده میماند، چون که برش هرچی قدر کهنه‌تر شود همان قدر زورتر می شود. برش کهنه را در وقتی به کار بردن
از نو قیام گرفته قدر نرم می کردند. اسحاق عطار مخدوم گو را فرموده است که برش کهنه و سخت شده را با بیلچه از قطی کنده به دیگ عسلدار اندازد و خود او برسته عطاری رفته از دکانش خبر گرفته آمده قیام خواهد گرفت. اسحاق عطار رفته است و مخدوم گو کار سر کرده است. او در این باره گفت: من یک بیلچه برش را کنده به دیگ اندازم، بیلچه دویم را به دهان خود می انداختم، چون که طعم وی شیرینی تندکک بوده به دهانم فارید و از تأثیر هلاکت آوری او در آن وقتها خبر نداشتم. این تعبیر مخدوم گو مبالغه‌ناک باشد همین معلوم است که او در همان روز از حد افزون برش خورده است و تا آن وقت صاحب خانه آمده و مهمانانی دیگر حاضر شده همه اشان عرابه سوار راه صحرا را پیش گرفتند. تا نیمه راه مخدوم گو در حالتی افتاده است که چشمش جایی را نمی بیند و سر تا پای بدنش گویا علنگه برآورده می سوزد. در این وقت به لب جوی کلانی رسیدند که عرابه‌کش اسب را به آب مانده است. مخدوم گو به این واسطه از آب خبردار شده خود را با لباس خود به جوی زده است. آن روزها ایام زمستان بوده، بر روی آب شوشه های یخ می آمدند. بعد از قدری در آب ایستادن چشم مخدوم گو گشاده گردیده دل و بدنش هم قدری آسوده شدند. در این وقت او گفت: شوشه های یخ که بدنم را خراشیده می گذشتند به من چنان می فارید که گویا در حمام خادمچی تنم را با خلطه مالیش داده صابون زده ایستاده باشد. خلاصه بعد از ساعتها در آب ایستادن بدن مخدوم سردی را حس کرده او از آب برآمده است. بعدی از صحرا آمدن مخدوم گو این واقعه را به اسحاق عطار حکایه کرده است و او در جواب گفته است: نیمه آن برشی که شما خوردید اگر کسی دیگر می خورد جا به جا می مرد. بدن و مزاجی شما که فوق العاده زور است به آن زهر قاتل تاب آورده است. اگر شما هم به خواب نمی در آمدید مردنتان معین بود. اما اگر برش را با اعتدال موافق فرموده طبیبان خورید از دیگر نشعه ها تماما دست می کشید، چون که کیف نازک این را نه شراب می دهد و نه بنگ. مخدوم گو حکایت خود را دوام داده گفت: من که عرق و بنگ به دلم زده بودند برشخوری را آزمودم و دیدم که در حقیقت کیف نازکی دارد، این کار را دوام دادم. نظر به قول مخدوم گو او اولها کم کم برشخورده است و بعد از عادت شدن دیده است که تأثیر نمی کند کم کم زیاد کرده است و در آخر به درجه رسیده است که دیگر زیاد کردن ممکن نیست، چون که بعد از خوردن آن مرده بر این شده می خوابیده است اما تأثیر نمی یافته است و او ترسیده است که اگر باز زیاد کند ممکن است بمیرد. در این میان کوکناری به او راست آمده این حالت او را فهمیده گفته است: بهترین نشعه ها کوکنار است. مخدوم گو این توصیه را آزموده دیدن خواسته به ضم برش کوکنار هم نوشیده است، چون که او شنیده بوده است که خواه برش باشد خواه کوکنار بعد از عادت شدن ترک کردن ممکن نیست. هر کسی که این کار را کند بدنش ریش ریش گردیده عذاب کشیده خواهد مرد. چون در اولی کار کوکنار کیفی خوبی داده است او به این کار تماما داده شده
منزل خود را در کوکنارخانه ها کرده است. او در این باره گفت: کیف برش و کوکنار به هم آمیخته مرا تماما از دنیا بیرون کرد. من بعد از خوردن برش و نوشیدن کوکنار سر خود را خم کرده و چشمانم را پوشیده ساعتها در دریای خیالات فرو می رفتم. در آخر به همین قرار آمدم که من تماما از دنیا بیرون شده ام. حتی به من اثری از آدمیت هم نمانده است و من چرا به این حال افتادم؟ پس چی باید کرد؟ او دوام نموده گفت: هرچند فکر کردم راه دوباره به دنیا در آمدن را نیافتم. باز خیالاتم بالا رفت و در نظر من آخرت را، جنت و حور و غلمان را جلوه داد و در آن حال در خود فکر کردم: مادام که دنیا از دست رفت، آخرت را به دست آوردن در کار است. و با این خیال به شیخ دست دادن از همه گناه ها و از همه کارهای دون توبه کرده به خدا داده شدن را پیش خود قرار دادم. او بعد از جرعه چای نوشیده حلق خود را تر کرده دم گرفتند، باز سخن خود را دوام داد: من این خیالات و این قرار خود را به همکاسه هایم، به کوکناری های دیگر نگفتم، چون که بارها من مقصد و آرزوهای آنها را آزموده دیده بودم. آنها هم از غم دنیا و هم از فکر آخرت فارغ بودند. به نظر آنها کوکنار نوشیده، سرخم کرده، چشم پوشیده، به یکدیگر گپ‌های شیرین گفته نشستن از همه دولت دنیا و نعمت آخرت بهتر بود. بنابراین بی آنکه به آنها چیزی گویم، به کلانترین خانقاه بخارا که خانقاه شایخسی می باشد رفتم و به مشهورترین شیخ زمان که ایشان شایخسی است دست دادم و از همه کارهای دون توبه کردم، غیر از برش و کوکنار که برای نگهداری حیات از آنها دست کشیدن ممکن نبود. شیخ هم برشخوری و کوکنار نوشی را بی ضرر شمرده به من رخصت داد که این کار خود را دوام دهم. از مریدانش چند کوکناری ها بودند که یکی از حجره های خانقاه را به خود کوکنارخانه خاص کرده گرفته بودند. با آنها هم کاسه شدن را به من مصلحت داد. برش باشد دادرم قطی قطی برده می داد که از این راه هم تنگی نمی کشیدم. شما گفتار 103 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.